یعنی اگر بعد از این خدای نکرده گذر به زندان بیفته باز ناراحت نیستی؟ خیلی من قیافم شبیه زندانه. نه ولی خیلی زوم من ظاهرا. خب برای چی آخه؟ نمیدونم، به نظرم دلیلی نداره من برم زندان. من نه کار بدی میکنم نه. برعکس قضیه، من همیشه سعی میکنم مفید باشم و سعی میکنم یک مهره خوب به شمار بیام. خودم فریاد میزدم میگفتم بابا من اینم شما چرا اینقدر ساده از کنار من رد میشید، اینقدر بی تفاوت با من کار انجام میدید. یه حس حق‌خوری عجیب و یه حس تنهایی و غربت عجیب و یه حسی که انگار همه چیز تو ازت یهو گرفتن، انگار به همه چی رسیدی با بدبختی، بعد یهو همه چیز تو ازت گرفتن. کلا خطر برای من مهم نیست، آخرش مرگ راحت میشم از دست همتون.